و مأمور آب را فرستادند تا آب بیاورد. پس او دلو خود را به چاه افکند. یوسف به طناب دلو آویزان شد و به بالای چاه رسید. مأمور آب فریاد زد: مژده که این پسری است. او را چون کالایی پنهان داشتند تا کسی ادعای مالکیت نکند، در حالی که خداوند بر آنچه انجام می‌دادند آگاه بود. این کاروان حضرت یوسف علیه السلام رو از چاه بیرون آورد و او رو به عنوان برده به مصر بردند و به یکی از دولت مردان مصر یعنی عزیز مصر فروختند. عزیز مصر با یوسف علیه السلام به نیکی رفتار کرد و به او اعتماد کرد. با وجود ظلم‌هایی که برادرانش در حق او کردند، زندگی حضرت یوسف علیه السلام همچنان تحت تدبیر الهی بود و این سختی‌ها مقدمه‌ای برای آینده‌ای درخشان و مأموریتی بزرگ بود. حضرت یوسف علیه السلام در مصر بزرگ شد و به جوانی زیبا و خوش سیرت تبدیل شد. زیبایی ظاهری و اخلاق نیکوی اون باعث شد که بسیاری در مصر به او توجه کنند و در این میون همسر عزیز مصر زلیخا دلباخته اون شد. زلیخا شیفته حضرت یوسف علیه السلام شد و قصد داشت او رو به گناه بکشاند. یک روز که در خانه کسی نبود، زلیخا درها رو قفل کرد و حضرت یوسف علیه السلام رو دعوت به گناه کرد. خداوند در قرآن کریم این صحنه رو چنین توصیف میکنه: و آن زن زلیخا که یوسف در خانه‌اش بود، از یوسف از طریق مراوده و ملایمت تمنای کامگیری کرد و درها را برای انجام مقصودش محکم بست و گفت: برای تو آماده. یوسف گفت: پناه به خداوند که او پروردگار من است و مقام مرا گرامی داشت. قطعاً ستمگران رستگار نمی شوند. طبق این آیه حضرت یوسف علیه السلام که مردی پاک دامن و با تقوا بود، به پروردگار پناه برد و این پیشنهاد رو قاطعانه رد کرد. زلیخا در برابر رد پیشنهادش از سوی حضرت یوسف علیه السلام خشمگین شد. وفاداری و پاکدامنی حضرت یوسف علیه السلام نقشه‌های زلیخا رو برهم زد و او برای پنهان کردن این وضعیت تصمیم گرفت به حضرت یوسف علیه السلام تهمت بزنه. هنگامی که حضرت یوسف علیه السلام قصد فرار از نزد زلیخا رو داشت، زلیخا از پشت لباس اون رو گرفت و لباسش پاره شد. در همون لحظه عزیز مصر شوهر زلیخا وارد خونه شد و زلیخا با ادعای دروغین حضرت یوسف علیه السلام رو متهم کرد که قصد تعرض به او رو داشته.